قاتل زینب این طرف خدایا دخترم خدایا چی شد آخه؟ رویا شد لعنتی. شما چیکار میکنید؟ چیکار خواهید؟ آقا باشد شوهرم رو تو کشتی بود، من در حبس نشستم. اکنون جزایت رو میگیری. گوش کنید خانم، در این جایگان اشتباهی شده است. شما مرا با جای کسی دیگر قبول دارید. گوش کنید. من شوهر شما را نکشتم. شما خطا میکنید. ایوانی رسید. بمیر بمیر بمیر. اینجا میدان جنگ است مگر با کدام حق شما را میپرانه؟ شما دخالت نکنید، نزدیک نشوید، میپرانم. این بین من و این مار است. تو را میکشم، از دستم رها نمیابی. خدا در یگان جایگان دیوانه باشد حتما آمده به من میچسبد. این زن را چی زده است؟ این زن دیوانه است. با خلی دوستی از همه نزدیکترینم مرا گناهکار میکند. خدا دروغ میگوید. من آدم برچه را کشته نمیتوانم. برچه را میفهمید. کسی دروغگوی داخل کدام لباس که شود از وجدانش پنهان شده نمیتواند. صاحبان عقل و فراست به نور حق می نگرند، اما وقتی که دروغ رواج می یابد زبان حقیقت کنده می شود. ایشیل اگر یگان بی عقلی کنی دخترت تا زنده نمیماند. فهمیدی مرا؟ تلفن ور زن میزند. در کجا باشد این زن؟ این زنی هیلگر در کجایی؟ در کجایی تلفن زن میزند؟ تلفنت زنگ بزند. در کجا باشد؟ الو؟ الو مادر جان. الو؟ مادر جان. الو؟ الو؟ مادر جان. الو؟ مادر جان. کی است؟ مادر جان. نه دخترم، تو خطا کردی. کودک ها با دستشون تلفن رسد همین خیلی به هر جا زنگ میزنند. شماره رو درست گرفته است. شما عصبی نشوید میلش. اپایسرم، شما دیوانه شدید مگر؟ برای چی زنگ میزنید؟ کودک خدای زنگ زد. ندیده موندم. تو رو خیلی یاد کرده است. ایشیل خیلی یاد کرده است. میلش اپایسرم، من در روزهای نزدیک میایم. وعده میدیم که میایم. با شما دیرتر زنگ میزنم. به خدا که این خیلی شبه آور است. کی بودن تیمور رو نفهمیده او رو با اویلا من راه دادن این خیلی خطاست. باز در این روز مبارک خری بود که کشته میشد. در این کرچه سیری هست. بیگناه مگر کس رو میکشند. راستش رو گویم من هم از این تیمور شبه دارم. ثروت به کجا میروی؟ به نزد جوراهوی میروم. نه به هیچ کجا نمیروی. سردیت برو سردی. با تو نمیروی گفتم. به نزد جوراهوی میروم. نمیفهمیده؟ سردی او را دخترم. بگذار با جوراهایش بازی کند. این هیچ بدیه ندارد. کمی بازی میکند و میآید. بر وقتر به خانه در آسونیدی ثروت. بیا دخترم بیا. من پیشت نگر دیوانه.
طاقت کردن نمیتوانم. چی شد به تو؟ واه واه واه. رو راحت گذار. به من گوش کن، معلم اینو خلاف میکشم تو را. گذروندی فهمیدی گذروندی تو میدونی من دیگه چی میگم تویم رخصته میگویم لعنتی. تویم رخصته. دیگر دور شوید. با من گوش کن معلم سنم. این چی کار؟ این چی رفتار است؟ در اینجا باز چقدر میخوای ایستادن؟ پلیسی که پرونده بودی مرده است. من رو نکشتم، او کشت. بیچاره دو کودک داشته است. همین خیل مثل تو من نکردم میگوید. اینها رو در سود میگویی معلم. آرام باشید. فیل در اینجا میپرسی. چی گفتی؟ دم بدگیر گفتم. خود رو به دست گیره. او شهباز نگاه کن، ثروت اومد. ثروت توپچه آورده. من هم بازی کردن میخوام. را با پدرت گوی که به تو توپچه خراب. برای چی من توپچه خودم را به تو دیم؟ این آسانی خودم. رفته با پدرت گوی که به تو خراب. چی گفتی لعنتی؟ آدم نشون میدیم. فهمیدی؟ بس کنید بچه ها، بس کنید. را با پدرت گوی به تو خریده دیهد. چی خرد؟ او از جایش خسته نمیتواند. بگویند که در ایزارش میکرده است. سرده مرا تو دیوانه شوخی من شوخی کردم. سرده مرا بازی میکشم تو رو فهمیدی؟ میکشم. کنی رو سرده لعنتی ها. چینگیز آمد. دک شو از اینجا. رفتم بچه با چینگیز رو مانم برسا. من قصدم راشمو میگیرم. حالا میبینه. آفرین با تو. بچه جسور بوده ای. نامی من چینگیز. هم از من میترسم. چون که زوری هیچ کس به من نمیرسه. ثروت. بسیار فکر نکن اپا. انگشترین رو برور. من به تو گفته بودم، دیدی؟ اکای عمرم راست میگفته است. آقای تیمور قاتل بوده است. یک دقیقه هم فکر نکرده انگشترین نامزدی رو خودی حاضر برگردان. میدانم این حادثه شما را ناراحت کرد. کسی هم که نمی بود در این حال پریشان می شد. به من باور کنید، من هیچ کس را نکشتم. برای شوهرش را پراندن این زن را محبس کرده بودم. باور کنید او بیماری روحی دارد. باور میکنیم بیسرم. همین ترنه حمزه حتی سرما هم وای زن رو دیوانه گفت. سرما دخترم، سرما بیا نامزدت آمد. چرا خسی پسرم؟ به کجا می روی؟ آخر نو آمدی کو؟ شین پدر جان، مادر جان، اگر شما از من گمانی بد برید، راضیم که از سرما جدا شوم. تنها از من ناراضی نباشید. میفهمید برای من شده هیچگاه شما پریشان نشوید. از این سبب سرما را دوست دارم، هم راضیم که از او دست کشم. خدایا تو با کسی که بار رو برداشته نمیتواند بار نمیکنی، ظلم هم نمیکنی. من اکنون یک زنی ضعیف و بی‌قوتم، دیگر طاقتم نمانده است. تو بخشاینده و مهربان هستی.
مرا از این حبس خانه نجات ده. آمین. از خود رفت خود شد. مان به حالش. این لعنتی میمرد خلاص میشده. میمیرد چی؟ مانند که مان بیمونه مان گندم مردنی ندارد. سلامت باشی. تشکر. اپا چرا فکر میکنی؟ آقای تیمور میرود. سلامت باشه. خدا حافظ پسرم. تو زیغ نشو، ما به تو باور میکنیم. خدا حافظ. سرما بیا دخترم. تو رو میفهمم لیکن کمی صبر کن. اول همش رو فهمیم که چی گپ شده است. من آدم را از چشمش میفهمم. این بچه حتی یک مورچه را آزار نمیدهد، اما دهان مردم را بسته نمیشود و بیچاره تهمت کرده. کاری خوب نکردیم حمزه. تیر رو به اون ما زدیم. باید او را دستگیری کرده برای از مرگ رهایی یافتنش شکر میکردیم. ما باشیم برعکس او را قاتل گمان کرده او را پریشان کردیم. دخترم چرا انگشترین را از انگشتت برآوردی؟ کنی زود آن را به انگشتت انداز. بله به خاطر من دخترم. بله دخترم بله. اوه باید به خانه صدیق سنبوسه می بردم. از سراسیمگی تماما فراموش کردم. وعده داده بودم نروم عیب می شود حمزه. زود رفته می آیم. حالا هم فکرش در اومد. دیگر چاره نیست. از این عمر کاری کرده خلاص شدن لازم. خیز از اینجا. باید رو مایلش تو با خانومی معلمه گوش کن. در مرافعه میگویم که پلیس رو من پروندم. فقط با یک شرط. این نامه رو به دختری همسایم میدهی. اگر این رو به اوی رساندی تو رو خلاص میکنم. حاضر رفته به دادستان راستش رو میگویم. چی گفتی؟ راضی هستی؟ این دختری همسایه پیشترت کی است؟ صدقه وقتهای آخر پخت و پس رو باز کردی؟ بیا سنبوسه پس. بیا سنبوسه پس با گوشت گوسفند التماس. اوف هاشم اوف. حالت فقط خوردنم. نه چه خیلی گفتن جان از دهان میبراید. این گپ نادرست است هاشم. جان از دهان میبراید. دکترها میگویند که کمتر خوردن لازم. گرسنگی فایده دارد. تو باشی چیزی که افتی به دهان میاندازی. ای گپی دکتر را گوش کنی. تلخ کف شده میموری. تلخ کف. کی آمده باشد؟ این رو دار خور. برای چی نمیخوری؟ نه نمیخورم. گروس نمیمونی؟ نه
کمی پیش گروس نموندم نگفته بودی مرا عصبی میکنی فکرت. اگر خورم باز با حجت خانم میروم. فهمم شر میکنی. مالش خودت میدونی. کمی سمبوسه پخته بودم و شما هم آوردم. دیدی چقدر آدمی دلصاف بودم. با مانند تو دلسیا نیستم. رزقم خودش آمد. به این نگاه کنید خوراک را کیدی دنیا را فراموش میکنم. عمر چرا از سنم جدا نمی شود؟ اگر روی یک قدم گذارد من 100 قدم می گذارم، لیکن همون یک قدم رو گذاشته نمی توانم. با فکرم اپا باید مروفیای اپای سنم رو انتظار شویم ببینیم کمی نتیجه چی می شود. تو اول یگون کار کرده از اکای تیمور خلاص شو. سرما دخترم با من تو بگو وقتی تو اون وقت سوال جواب کنم. اگر راست باشد گناهش رو گرفتن نمیخواهم، اگر گناهکار باشد من خودم از دستت انگشترین رو میبرم و با دست خودم به او میدیم. مایلش بعد چیزی که تو میگویی همان میشود. آهسته خورهاشیم یکون کس از زهونت کشته نمیشه. گرشنم صدقه گرشنم. چقدر که میگوین دادن گیر زدن گریز. ایشیل درد فکرت مرا دیوانه میکند. صدقه چقدر تو سخت جان بودی. دلم خیلی به تو میسوزه. پسرت مایو دخترت در هم. چیزی که بر سرمان آمده است طاقت میکنیم حلیمه. چیکار کنیم؟ خداوند ما را امتحان میکنه. پگاه مرافعه سنم است. انشالله بگناه میبراید و دخترم را آزاد میکنه. میبراید جانکم میبراید. سنم گناهگار نیست که در حبس باشد. گوش کن چی میگویم صدقه. این شما گناهگارید که فرزندانتون به این حال افتیدن، اونها رو به حال خود گذاشته اید. مثلا سنم شنیدم که اگر از حبس براید از عمر جدا میشده است. همین طور نه؟ بله همین خیل. عمر یک بار برای سنم فایده کاری کرد، دیگر به بختی او زامین شده نمیخواهم. تو هم همین خیل نگاه کرده میستی. خدایو چقدر دلت طاقت میکند. پسرت سوخت خاکستر شد، سنم رو هم میسوزانی. میدونی چی؟ با سنم گپ زن، شوهری خوب یافته است، از دست ندهد. عمر دل صاف است، کمی گریه کند به همه چیز راضی میشود. به گپم گوش کن. نگفتم که آهسته خورهاشیم در گلوه در مانده. یک روزانه همین خیل مرده می. آب ده زودتر آب ده. آش خدایا هیچ خیل آدم. رویا سلام. من با تو صحبت کردم میخواهم. من تو رو خیلی دوست میدارم. تو رو از خوردیم باز دوست میدارم. بعد از چند سال تو رو دیدم خیلی خرسند شدم. همینقدر خرسند شدم که رویا میدونم من معیوبم، لیکن اون سخنهایی که در دل دارم باید گویم. میفهمی؟ من نمیخواهم که به من رحمت آید. نمیخواهم. میفهمی رویا؟ من رو خیلی دوست میدارم. اگر تو هم مرا دوست میداشتی، دوست میداری ها؟ خدایا انشاءالله دوست میدارد. رویا سروت نرگس بیایید به مکتب میرویم.
بچه ها اپا اونها کجا شدند؟ من تیارم تا کجا رفتم. ثروت در کجاست؟ ثروت؟ اکم برآمد مادر جان. چرا نپرسیده برآمد؟ خدایا او مرا دیوانه میکند، مرا پسند نمیکند. من در مکتب با او گپ میزنم اپا. بیا رفتیم. چی حال داری سنم؟ خوبم عمر. مرحمت بشین. این رو به همشیره یوسومان ده. همشیره یوسومان؟ این چی است؟ این حیاتم رو نجات میدید عمر. زرینه در مرافع راستش رو میگویم گفت. یعنی این مکتوب خیلی مهم است. به زرینه چه علاقه دارد؟ در اینجا چی نوشته شده است؟ در درونش چی نوشته شده است من هم نمیدونم. لیکن زودتر نجات یافتن میخوام. به مکتبم برگشتن میخوام. مکتبم طلبه هایم رو یاد کردم. خانه همون رو یاد کردم. عمر پگاه به مرافعه میوی؟ با کجا برادر؟ اینقدر سراستی من؟ خواندگی ها خواندگی شدن که تو میشوی. با من بیا برادر، زندگی را یاد میدهم. وای امروز اینشو دارم، باید روم. بعد وا میخوریم چنگیز. کار تمام. تو هم به وعدت وفا کردی؟ نامه رو رساندی؟ بله دادم. من به دادستان بیانات دادم. من به تو وعده دادم. مکتوب رو برده میرسونند. هی مگر یگان چای بهتری نبود؟ مگر من دیوانم که خودم رو به آتش بردایم؟ این دختر تحصیل کرده است لیکن ساده است. فردا در مرافعه حقیقت رو میگویم. وقتی که آزاد شدم به عیادتم میایی. هم معلومه؟ آقای عمر خوش آمدید. خوش مرحمت باشید. دارید. نه به خانه نمیدارم عثمان. به تو مکتوب آوردم. کی آمد دخترم؟ آقای عمر مادر جان. خوش آمدید. خوش باشید. به خانه میدار اومده. نزد همسرم رفته بودم. گفت که این مکتوب رو به شما رسونم. همسایه پیشترتون زرینه داده است. خانم زرینه؟ نمیشناسم. دخترم کنی به من ده. این رو نخوان. مادر جون، پدر جون، هیچ چیز رو نمیفهمم. در اینجا چی نوشته شده است؟ چی مگر شما پدر من نیستید؟ شما مادر من نیستید؟ همه این رو به من فهمانید. دخترم مادر جون، پدر، همه این راست است مگر؟ یاسمان بس است، آروم شو. یعنی راست؟
پدر و مادر حقیقی ما شما نیستید. یوسمان آرام شو بس. مادر جون، پدر جون، از شما یوسمان. میپرسم گپ زنید. ببخشید باور کنید من نمیدونستم چی نوشته شده است. نمیخواستم که سببگوی ناراحتی شما شوم. ببخشید. دخترم تو رو در نزد مسجد پرتافته بودند. من تو رو گرفته آمدم. تو رو خیلی دوست داشتیم. نباشد مادر حقیقی من کیست؟ پدرم کیست؟ مادری که مرا ترک کرده است کی است؟ برای چی به من نگفتید؟ یوسمان آقای دکتر خواهش میکنم مرا به حالم گذارید. تنها بودن میخواهم. خیز شده کنم بس کن. خاله جان خوب هستید؟ همش از برای تو شد. از برای تو شد. چند سال باز حقی آن زن را ندادیم. اکنون دیدی چه شد؟ دیدی؟ خدای من چی کردم؟ برای چی این مکتوب را آوردم؟ استودیوی همصدا تقدیم میکند توجه با دو حرف ج، جایزه و جهاد. حجب نگارانی تاجیک از قبیل غریبشا کمپانیا، خندین کمان، شکرخند، آچه زیکه و بیکه، خیفولا و مستولا، عربشو کمپانیا. همچنین گروهی محفل‌آرا در نوهای تقلید، سرود و صحنه‌های حجوی و مونولوگ برای کلیدی وقت 21:07 23 می ساعت 17 در تالاری کاخی باربد رقابت میکنند. در مهمانی سرایندهان نیز دعوت شدند. غالب یا صاحبی ماشین را مخلصان و تماشابینان طریق آوازدهی اسمسی در جریان آزمون معین میکنند. علاوه بر این مخلصان نیز بی تحفه نمیمانند. محفل را علاوالدین عبداللایف و مستوره آرتیق راویگی میکنند. رقم های تلفن برای تماس 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28. همصدا، همصدای دل شما. ثروت کنیست؟ لباس مکتبیت کجاست؟ گالستوک هم نبسته ای؟ به این طرف گذار. با خونه هایتان رفته لباس مکتبیتان رو پوشیده برگردید. کنی زودتر با درس دویم در وقتش رسیده اید. مایلش معلم زود رفتم اوی. میدانستم که میایی. مکتب خوندن این وقت رو بهوده صرف کردن است. دیگر نرو. من چند سال میشود که مکتب رو پرتافتم. اکنون چه خیلی که میخواهم زندگی میکنم. هیچ کس با من کاردار نمیشود. پدرم از مادرم چند سال پیش جدا شدند. اکنون هر دویشان صاحب و عائله و فرزندند. من به هیچ کس در کار نیستم. به هیچ کس لازم نیستم. زندگیم رو خودم میگذارم. فهمیدی؟ الو ایسا و علیکم السلام. چی شد؟ بله تیمور. مهم از شهادت نامه‌اش. التماس زحمت می شود. مایلش سراغا رو به تو دادم. همین که اوجد رو یافته با من روان کردی. مایلش خدا نگهبانت. عمر با تو چی شد؟ هیچ. یک عائله رو بدبخت کردم. بدبخت کردی؟ به یوسمان همشیره همون یک مکتوب بردم. یک زن از سنم خواهش کرده است که آن را با واسطه من به او رساند. از کجا دانم که در درونش چی نوشته شده است؟ پدر و مادر یوسمان او را با فرزندی قبول کرده بودند. فهمو از شوهرم جدا شده بودم. زیر بودم.
عصبی بودم قصدم را از کودکم گرفتنی شده ارادت نزد در این مسجد گذاشتم بعد خودم گفتن که تو چه خیلی مادر هستی مگر مادر کودکش رو میپرتاید بعد پشیمون شده و نزد در این مسجد اومدم که حالا که در آنجا نبود از همه پرسیدم کسی او را ندیده است از امام مسجد از راه گذران پرسیدم کسی ندیده است دخترم جگر بندم کسی گرفته است سراغ کرده فهمیدم که در این محل بوده است یک اویله خوب او را به فرزندی قبول کرده است خیلی زندگی خوب داشته است یعنی در آخر همش معلوم شد. چی خیر؟ یعنی تو میدونستی؟ بله من میدونستم عمر و رو میشناسم. خوب شد که به مکتب نرفتم. من گفته بودم که با من آیی زندگی را یاد میگیری. انا همه بچه‌ای که تو مسخره کرده بودن با فکرم قصد رو از اونها گرفتنی بودی. کن یقنن برادر بودنت رو اثبات کن. نتاش رو جزایش رو ده. نگورزم کمکیو نگوشم شما رو فهمیده نگورزه اینجا بیا انا با دست ما اینجا راستی یعنی خاموش اینها را بین از ترس اظهارهایشان را ترک کردن. زن اکنون سرور قصیت را گیر. با شما گفته بودم که قصدم رو میگیرن. آفرین سرور بس اکنون سرور بس اکنون اگر یک بار دیگر من رو مسخره میکنه میکشم. تمام سرور رفته آنها رو فوق کرده. زینب خانم من دکتر سرمه تلفنتون رو با من مونده بودید. وای زینب خانم با اینجا اومده میتوانید؟ وای یاسومن همه چیز رو میداند حقیقت رو فهمیده است. آرام شوید دلتیموس همه کار یک چیزی به خیر دارد. همش به خیر شود. سلام سرمه. سرمه من تو رو میفهمم. اگر به جای تو من میشدم همین خود رفتار میکردم. بله همین طور میکردم. اگر از من جدا شدن خواهی من ممانعت نمیکنم. حق به جانب توست. با شما چه خیلی باور کنم آقای تیمور؟ اول اپای جمیله بود با او باور نکردیم. گفتید که دیوانه است. بعد این زن پیدا شد. چی او هم دیوانه است؟ چرا همه زنهایی با گفته شما دیوانه شما رو کشتن میخواهند و شما رو قاتل گفته گناهگار میکنند؟ جواب دهید آقای تیمور. با ما کی بودنتون رو بگویید. شما کیستید؟ نه شما آدمی خوب هستید با مدنیت زیبا سخن میگویید. نخود باطناً دیگر و ظاهراً دیگر باشید. ما باید که بودنتون رو دانیم. وگر نه سرمه باید به من باور کنی. من بیگناهم. اگر چخیلی که میگویی باطناً دیگر و ظاهراً دیگر میبودم مرا کایها آشکار میکردید. لیکن مرا برای یک زنی که بیماری روحی دارد گناهگار میدانید. سخنهای وی زن تماما دروغ است. با تو این را اثبات میکنم. آقای تیمور با شما حاضر جوابی رد میدادم لیکن به خاطر پدرم خاموشم. به او وعده دادم تا بگاه انتظار میشوم. حالا برهان این منم حمزه. از تو یک خواهش دارم. بله پسرم. زلیخای المز را 4 سال پیش را برای شوهرش را کشتن حبس کرده بودن. تو این کارها را میتوانی. از قیدهای مرافعه ها از دست شناس در این باره معلومات جمع کن. دانستن میخواهم که
این زن راست میگوید یا دروغ؟ یک خدمت کن پسرم. تشکر. خدا از تو راضی باشد. حمزه او یگان گپ نشده است که چرا اینقدر واهمه میکنی؟ حلیمه دخترمون رو میدیم. بچه گربرانه ما حق داریم که کفت و کاب کنیم. با فکرم کاری درست میکنیم. تو میفهمی یا نه؟ با تو قهوه تیار کنم حمزه؟ آرام میشوی؟ ای قهوه نمی نوشم. تا شب باید فهمیم. با دخترم وعده دادم. خدایا این پدر و دختر چیکار میکنند؟ همه کار رو ویران میکنند. من رفته با تیمور مصلحت میکنم. مادر جان با من چیزی شده است. شکمم درد میکنه. چی شد دخترم؟ چی شد؟ سعیده مادر جان کنی گذار. انا در اینجا شین. باید چاره یابم. کارها برعکس شدند. زودتر باید حل مسئله را یابم. سلام آقای عمر. سلام. کم مونده است آقای تیمور. کی بودنی تو را حتما معلوم میکنم. سلام. سلام یعقوب. چی درس نداری؟ بله. چیزی گفتنی بودی؟ وای من بله. خوب تو رو گوش میکنم. وای من رویا. من خوش. من تو را از خردیم فراموش نکردم رویا. فراموش نکردم چون که من تو را دوست می‌دارم. من گوش کنی خوب. راستی انتظار نبودم. حیران شدم. چی گفتنم رو نمیدونم. ببخش. یعقوب. 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 یعقوب اول یک به خودت نگاه کن و بعد اظهار محبت کن. یعقوب سلام ینگه آروم شد. عمر مکتوب رو دادی؟ غم نخور دادم. گپ نزنید راه گردید. امانتت به جایش رسیده است. من در گپم ایستادم. اکنون نوبتی تو. غم مخور بی‌پروا باش. چرا به اینجا اومده؟ اگر تو رو بینند؟ نمیبینند. همه‌شان به مرافعه رفتند. من دیدم. همسایه ها؟ شد اینقدر نترس. اکنون باید زودتر عمل کنیم. نباشد فاش میشویم. این را گیر. به خوراک‌های خسورت کم کم علاوه کردن میگیری. این چی است؟ زهر. زهر گفتی؟ چی این خیلی گاه میکنی؟ این برای تو برد است. هم میخورد هم زهرآلود میشود. نه من هیچ کس را نمیکشم. این طور باشد اگر تو او را نکشی من دختری تو را میکشم. نترس خسارت نمیمرد.
تنها مرگش را کمی میتیزانیم و خلاص. دلش کمی میزند، بعد میراثش به فکرت، یعنی به نام تو میگذرد. این را گیرو، به خوراکهایشان کم کم علاوه کردن گیر. آن طرفش را فکر نکن. پروا نکن، علاج سنم را هم البته میابیم. سنم عدلی، به من گوش کنید دخترم. ما انیق کردیم که فردوس عدلی به عیب شما نمرده است، لیکن اکنون باز یک جنایتی دیگر صادر شده است. هنگامی گریختن یک پلیس پرانده شده است که در نتیجه او مرده است. سنم عدلی، شما را برای کشتن پلیس گناهکار میکنند. من هیچ کس رو نکشتم آقای سودیا، من بیگناهم. شما این را چه اثبات میکنید؟ یگان دلیل دارید؟ وای جناب سودیا، پلیس رو زرینه کاترجی پروند. او باید به دادستان بیانات داده باشد. به من گفته بود که حقیقت رو میگوید. بله، او بیانات داده است، لیکن نه آن خیلی که شما میگویید. زرینه کاترجی به مفتش حبسخانه بیانات داده است که پلیس را شما پراند. بله، او بیانات داده است که پلیس را محض شما پراندید، یعنی کسی را که شما شاهد میارید بر ضد شما بیانات داده است. او نباید این طور میگفت. او وعده داده بود که حقیقت رو میگوید. دختر من بگناه است آقای سودیا، بگناه است. خواهش میکنم آرام شوید. خواهش میکنم آرام شوید. مرحمت کرده زرینه کاترجی را دعوت کنید. حاضر میبینیم که بیانات داده‌اش را تصدیق میکند. من سرخش رو بگیرم تو سیاهش رو. لیکن از اون مون نیست. ثروت تو نترس، بعد به جایش میگذاریم. بیا رفتیم. رفتیم. گریختیم زودتر. گریختیم. بگویید که شما بیاناتی به دادستان داده‌تان را تصدیق میکنید. خواهش میکنم که شما باری دیگر حادثه ای را که وقتی شما را به حبسخانه بردند رخ داد نقل کنید. ماشینی که ما رو میبرد به صدمه دچار شد. من بیهوش شدم. به خود آمدم که کسی برایم میزند. بعد مرا مجبوری از ماشین برآورد. با سلاحی که از پلیس گرفته بود به من تهدید کرد. مجبور شدم که گریزم. پیش از گریختن برگشته پلیس رو که ما رو نگاه داشتم میخواست پروند. من داد زدم، گفتم که چرا او رو پرونده؟ آخر زن و کودک دارد. وای با سلاح به سرم زد. دروغ میگوید آقای سودیا، او دروغ گفته ایستاده است. به جایتان بشینید. یعنی حادثه خیلی که شما نقل کردید همان خیر رخ داد؟ بله آقا جان. آقای سودیا، درباره گناهکار زرینه کاترجی دلیل ها را جمع نموده به شما پیشنهاد نمودیم. پلیس زخمدار در وقت حادثه بیهوش نبود و بیان داد که در ماشین زرینه کاترجی همه را ناراحت کرده و محض با عیب او به صدمه دچار شدند و او یعنی زرینه کاترجی سلاح را به طرف پلیس داشته سپس پرونده است. تشخیص حادثه انیق کرد که هلنگ تپانچه را محض زرینه کاترجی زیر کرده است. این ناممکن است. بیانات پلیس غیر امکان است. عقلش در جایش نبوده است.
یعنی شما در وقت حادثه بیهوش نبودید؟ یعنی بیاناتی دروغ دادید؟ ببخشید آقای سودیا، اجازه دهید باز یک شاهد این حادثه را به اینجا دعوت نمایم. قبول کرده شد، دعوت کنید. مرحمت، به اینجا بگذارید. مادرم در کجاست خاله شیراب؟ من نزد مادرم میخواهم. حاضر خودمون به نزدش میرویم. آمدم دخترکم. یاسمنم، تو را چنان پزمان شدم که گلرو 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 با یک طرف با این طرف سرفا احتیاط کن سرفا دختر یک طرفیست. گلرو گلرو گرختم سرفا زودن گرختم زودن دخترم. کنی جانکم، چشمات رو کشو، چشمات رو کشو. شما چی کار کردید؟ کنی گپ زنید، شما را گوش میکنم. وای آقای سودیا، من شنیدم که او پرونده است. پنهانی گپ زدنش رو گوش کردم. زرینه کترجی سنم عدلی رو من گریزوندم و پلیس رو من پروندم گفت. شنیدم او پلیس رو نپرونده است و هیچ گونه میپروند. خوش خانم، شما به این چی میگویید؟ این راست است که شما پلیس را پراندم گفتید؟ دروغ میگوید، فریبگر، دروغگوی. با سنم عدلی دوگانه است، برای همین طرف او را میگیرد. به من گوش کنید. حقیقت یک روز نه یک روز معلوم می شود. لیکن من باید شما را با دقت تا آخر گوش کنم. اگر نتیجه های تفتیشاتی را جمع کنیم، حقیقت معلوم می شود. شما را گوش کردم و بیاناتی را که به دادستان حبسخانه داده بودید آن را هم دیده برآمدم. بین آنها فرق کلان است. در بیاناتی که به دادستان داده اید نوشته شده است که شما بیهوش نبودید و کوشش کردید که از دستی سنم عدلی سلاح را گیرید، لیکن نتوانستید. اما حاضر در اینجا گفتید که بیهوش بودید و سنم عدلی با سلاح به شما تهدید کرده از ماشین فراورده است. به کدامی از این بیانات ها باور کنم؟ به من گوش کنید. به ما راستش را بگویید. اگر پشیمان شده حقیقت را بگویید، جزایتان سبکتر می شود. نقص فکر کنید. ما حقیقت را می فهمیم. بعد پشیمانی سود ندارد. راستش را گفتن خواهید گپ زنید، اگر نی وقت را بیهوده صرف نکنید، چون که حقیقت را می فهمیم. انا اکنون دخترم راستش را بگویید. راستش را بگویید. فقط راستش را گویید که پلیس را کی پراند؟ شما یا سنم عدلی؟ بکنی بیا گریزم از اینجا سروا. اگر یکون چی شده باشد چی؟ یکون چیز نشده است. رفته. با تو چی شد؟ با سرت بلو نگی. رفته. حاضر تو رو با بیمون خان میبرم. صحت میشوی. سنم عدلی بیگناه است. پلیس رو من پراندم. با فرار کردنش هم من سبب شدم. سنم دخترم، خدا رو شکر. هزاران بار شکر دخترم جانم. مرا ببخشید معلمه. با آزادی برآمدن نصیبم نبوده است.
این خیلی گرسنه نشین. یگون چیز بخور التماس. نه نمیخواهم. من در نزد میگذارم. اگر خوی خور، اگر نخوی نخور. به فکر من خوری بهتر است. من زن تو میشم فکرت. روزیم که تو رو تا مردن پرستاری کنم. روزهای اول مشکل بود. اکنون عادت کردم. التماس خوراکت رو بخور. ایشیل، من تو رو دوست میدارم. هرچند که تو مرا دوست نمیداری. من هم تو رو دوست میدارم جانکم. اوف دلم به حضور می شود. چه شد؟ برای چی به تلفن جواب نمیدید؟ زنگ زدم کسی جواب نداد. قوه تلفن تمام شده بود. حضور ما در محله ایم. سود به بیمارخانه بیو. گلرو را دوچرخه زد. به بیمارخانه وردم. گلرو دخترم، گلرو یگون چیز خطرناک نیست. چه شد بابای؟ غم نخوری شیل. یگون چیز خطرناک نیست. آسرم در محله چی کار میکنید؟ من با شما چی گفتم؟ شما چی کار کردید؟ مایلش حاضر میایم. باز با یگون کس نگویید که گلرو دختری من است. مایلش شما مرا فهمیدید؟ فهمیدم. من یا ابله 3 تنگه میوبم گفته بچی بلا گرفتار شدم. مادر پدر ما با عمر. فکر میکنم که همراه مادرت به خانه‌تان راه بهتر است. برای خوبی کار میگویم. بله راست میگویی. از حبس خلاص شده از خورسندی فراموش کردم. راست میگویی جدا میشویم. برای همه چیز تشکر عمر. تو نمیشودی من نابود میشدم. این خوبیات را چی طور بر میکردم؟ هیچ گپ نیست سنم. خوبی کن و با آب پرتو گفتم. من همه چیز را فراموش کردم. خدا را شکر که همش به خوبی انجام یافت. تمام. سرما هم جدا می شود. اینش کاری وای. من باید بیمارخانه روم. بدتر به نزدت می آیم. مایلش عمر. این زلیخا ایلماس کی باشد؟ میدونی عمر من هم حیران شدم. چرا تیمور رو کشتن خواست؟ کاش در دستمون دلیل می داشتیم. لیکن نیست. خیر مایلش عمر. آه سرما تو چقدر خوشبخت هستی. رفتیم دخترم به خانه می رویم. مادر جان من اکنون چی کار کنم؟ دخترم رفتیم زیر نشو. خدا رحیم است. همش خوب می شود. رفتیم خوش آمدی سنم. یعنی آزاد شدی. تبریک میکنم. وای یک کاری ضرورم بر اومده است. بدتر میایم. با اجازت. یگان خوراک پخته ماندی کلی. صدقه زودتر گرسنه ماندم. درا باز از گرسنگی جانت نبروید. هیچ باورم نمیاد. اکم با این زن چی طور خونه دار شد. حس میکنم که این زنی خوب نیست. من هم همین خیل فکر میکنم دخترم. چیکار کنم؟ اکی فکرت تو خیر. حلیا کلینا. برای چی اکی فکرت به مروفیا نامدند؟ درو دخترم. درو به خونه درو. اکای فکرت؟ بشما چی شد؟ اکا بشما چی شد؟ بیمار شده؟ مادر جون؟ با اکام چی شده است؟ به صدمه دچار شد. راه گشته نمیتواند.
شما؟ چی شد به شما؟ چی شد؟ یعقوب ثروت برای چی به درس ناومد؟ در صنف نیست. ناومد؟ نیست. لیکن تو رو دیدی نرگس؟ نه ندیدم تقا جان. یعقوب ما در تنهایی صحبت کرده میتوانیم؟ من جوابم رو گرفتم خانم رویا. تشکر زیاد. رفت. رویا خبرداری یعقوب از مدیر خواهش کرده است که او را به دیگر مکتب گذراند. چیکار میکنه؟ خیرین به عقلی است. با وزارت معارف رفته تعییناتش را به دیگر جا گرفتنی است. از چیزی سخت رنجیده است. مادرم در کجاست؟ با نزدی مادرم میخواهم. گریه نکن دخترم. مادرم رو جیغ زنید. مادرت حاضر میآید. گریه نکن. مادر جان. باز یگان کس نبیند آخر. گلرو دخترکم، گلرو جانکم، شیرینکم. وای خدایا دختر جانم. برای چی رو به اینجا آوردید؟ با شما نگفته بودم که به این محله نآورید. دختری من در اینجاست. برای همین به این محله آمدم. دختری شما؟ بله. من اصلا برای او رو دیدن به اینجا آمدم. دیگر طاقت کردن نتوانستم. من خیلی پزمونی شدم. تو باید مرا فهمی شیر. سراب خانم شما مرا نابود میکنید. دخترکم، جونکم، دخترکم. احوالش چطور است؟ دکتر گفت که یگون چیزی خطرناک نیست. تنها یک روز زیر نظارت میماند. فردا جواب میدهند. فهمیدم. شما مرا در یک وضعیت بد گذاشتید. خانم سراب کودک رو زود از اینجا گرفته برید. میلش نباید یگون کس داند که این دختری من است. مادر جون نروید. مادر جون خموتر نشو دخترم، من میآیم. التماس نروید. گریه نکن دخترم. آروم شو. گریه نکن. من تو رو تنها نمیگذارم. سنم خیلی شدم که آزاد شدی. کاش که با مروفی آمده میتوانستم. مهم نیست اکا. میدونم که ایشیل با تو معقول نیست. مادرم هم او رو دوست نداشتم. لیکن اگر او رو شناسی البته دوست میداری. وای آدمی خیلی خوب است. باور نمیکنی؟ اکا چرا شما این بیعقلی رو کردید؟ بگوید از برای خدا. ینگ عملیه شما رو خیلی دوست میداشتن. شما چطور توانید چنین زن رو از در بیرون کنید؟ فرزندانتون رو چرا بی پدر کردید؟ آخر آنها فرزندان شمایند. جواب دید اکا. چرا این کار رو کردید؟ شما میفهمید که چی کار کردید؟ سنم با عکت کاردار نشو. کاری شده شد. چی کار میکنی؟ باز چه خیلی که فکر نکنی ایشیم زنی بد نیست. با خدا کلینم فرشته بریم. قدری قصورش رو خیلی خوب میداند، حرمت میکند، با تربیه است، خوراکایش هم با مزه. یک روز نه یک روز تو به خانه خودت میروی، او در اینجا میماند. بیا کلین هنرمندی من، تا این وقت در کجا بودی؟ تو دیوانه شده. کودک در اینجا چیکار میکند؟ من از کجا میدونم؟ آمده است. زنی که دخترم رو نگاه میکرد، خودش هم برای دیدن دخترش آمده است. گلرو رو با خودش آورده است. بعد او به صدمه دچار شده است. همش همین. تو کجا میروی؟ پول بیمار خانه رو میدهم. من حل میکنم. تو به خانه رو. خودم میدهم. پولهای کوزپوش رو گرفتم. تو چه دیوانه شده ای؟ رو از اینجا زودتر. میخواهی که غضبشان را بیاری ها؟ یا فکر میکنی که ثروت و بایگری هاشم عدلی از همین کوزه عبارت است؟ اکنون رو از اینجا. سرما نگاه میکند.
اشیل چرا با اینجا آمده است؟ نمیدانم، نپرسیدم. با اشیل شما رو زود زود میبینم. امر تصادف. حیات اینقدر تصادف ها رو نمیبردارد. محله خورد که هست میشود این خیلی تصادف ها. ببخش، با اجازت تو. عمر، گپ‌هایت درباره تیمور راست بودن، اکنون به تو باور میکنم. غم نخور، همش معلوم میشود. البته معلوم میشود. عمر، خیلی شدم که سنم را آزاد کردند. تشکر. برای آزاد شدنش خیلی خرسند شدم. حالا در خانه توست؟ نه، به خانه مادرش رفت. تا جدا شدن در آنجا میماند. آقای عمر شما را انتظارند. حاضر میآیم. اکنون همش با آخر میرسد. این بچه به مکتب نرفته است، هنوز به خانه نآمده است. خدایا باز یگون واقعه نشده باشد. علیا، چی شد دخترم؟ مادر جان، ثروت به مکتب نرفته است. نرگیز، به تقویت چی شده است؟ نمیدونم بیبی جان. ثروت است. در کجا بودی؟ در مکتب بودم. دروغ نگوی ثروت، به مکتب نرفتی، به امتحان ندر آمدی. گالستوک نداشتم، به مکتب در آمدن نموندم، فهمیدید؟ ثروت، درو گشا. درو گشا. به تو میگویم ثروت، درو گشا. یعقوب، پسرم چی شد؟ گپ زن. هیچ چیز نشده است مادر. من از این مکتب میروم، جای کارم را عوض میکنم. چرا پسرم؟ این بیگا به شهر میروم، با وزارت معارف میدرایم. مادرم میآید خونه شراب؟ البته میآید دخترم. ولی مادرم خیلی زیاد است، برای همین رفت. بله دخترم. من مادرم رو خیلی دوست میدارم. میدونم جونکم. شما هم دختر دارید؟ شما او را دوست میدارید؟ البته جونکم، دوست میدارم. دروغ میگویید. دروغ میگویید. اگر دوست میداشتید آن کودک خردکک را در پیش در مسجد نمیگذاشتید. بعد خیلی پشیمان شدم. تو رو خیلی دوستم. با من سفسطه نگویید. یاسمن دخترم. مرا دخترم نگویید. دخترم نگویید. با سطح لینای رنگ این مکتوب رو به من فرستادید. چرا؟ میخواهید مرا برگردانید؟ شما مادر من نیستید. یاسمن گوش کن. خانم سرمه خواهش میکنم. التماس یاسمن گوش کن. آخر هم مادرت میشود. تو رو دوست میدارم. وقتی که دفعه گذشته با اینجا آمد خواست به تو همش رو گوید، لیکن برای تو رو ناراحت نکردن نگفت. خوشبختی تو رو خواست. اکنون حقیقت معلوم شد و من هم او رو به اینجا جیغ زدم. یاسمن آخر مادرت میشود. من پدر و مادر دارم خانم سرمه. به این زن بگویید که به خانه‌اش برگردد. یاسمن گوش کن. یاسمن